سلام، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه تأثیرات کافئین رو بررسی کنیم و به خصوص در مورد قهوه و ساید افکت های اون روی افراد و شیوه های مرسوم استفاده روزانه و اثرات اون در شرایط مختلف و روی آدم های مختلف رو صحبت کنیم. اما قبل از اینکه مطالب رو آغاز بکنیم میخوام یه نکته رو خدمت شما عزیزان یادآوری کنم که محتویات این ویدیو صرفاً برای اهداف آموزشیه و به منظور ارائه توصیه‌های پزشکی برای افراد گوناگون نیست. بنابراین خواهش میکنم اگر سوالی دارید در مورد وضعیت پزشکی حتماً با یک پزشک متخصص مطرح بکنید و صرف این که مطالبی رو در این ویدیو احتمالاً امروز فرا خواهید گرفت اون سوالات پزشکی خودتون رو به تأخیر نندازید. بریم سراغ این که کافئین چیه و چه اثراتی رو روی بدن ما خواهد داشت. بسیاری از ما نمیتونیم تصور کنیم که روز رو بدون یک فنجون قهوه شروع کنیم. حالا برخی ها قهوه و توی فرهنگ ما شاید اکثر آدم ها چای. فرق نمیکنه. یه دلیل اون ممکنه که این باشه که کافئین رو این دوتا زودتر به بدن ما میرسونن و یک محرک ملایم برای سیستم عصبی مرکزی ما ایجاد میکنه که سریعتر ما رو به سطح هوشیاری و در واقع اون حد مورد نیاز انرژیمون برسونه. البته قهوه تنها نوشیدنی حاوی کافئین نیست. بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع کافئین و بررسی تحقیقات در مورد این محرک سالم ادامه مطلب رو با من امیرحسین حدادیان همراه باشید. نام شیمیایی پودر سفید تلخ معروف به کافئین ترومتولزنتینه. فرمول شیمیایی کافئین متعلق به یک گروه از داروها به نام تحریک کننده های سیستم اعصاب مرکزیه و میتونن به ترمیم مشکلات عصبی و ذهنی کمک کنن. این داروها در امریکا بیشتر از 90% افراد بالغ به طور منظم کافئین مصرف میکنن، یعنی به طور میانگین بیشتر از 200 میلی گرم در روز. کافئین در حدود 45 دقیقه پس از مصرف جذب میشه و بین 15 دقیقه تا 2 ساعت در خون به اوج خودش میرسه. کافئین موجود در نوشیدنی هایی مانند قهوه، چای و نوشابه به سرعت در روده جذب میشه و در مولکول های آب و چربی بدن حل میشه و همچنین قادر به عبور از سلول های مغزیه. غذا یا اجزای غذا مانند فیبرها در روده ها میتونن سرعت اوج کافئین در خون رو به تأخیر بندازن. بنابراین نوشیدن قهوه صبحگاهی با معده خالی ممکنه نسبت به زمانی که اون رو هنگام خوردن صبحانه می نوشید انرژی سریعتری رو به شما انتقال بده. کافئین عمدتاً در کبد تجزیه میشه. بسته به عوامل مختلف میتونه بین 1.5 تا 9.5 ساعت در خون باقی بمونه. سیگار تجزیه کافئین رو تسریع میکنه، در حالی که بارداری و داروهای ضد بارداری خوراکی میتونن تجزیه کافئین رو کاهش بدن. به همین خاطره که در طول 3 ماهه سوم بارداری کافئین میتونه تا 15 ساعت در بدن باقی بمونه. افراد اغلب با مصرف منظم اصطلاحاً تحمل کافئین رو در بدن خودشون ایجاد میکنن که خب این عمل میتونه اثرات محرک اون رو کاهش بده، مگر اینکه مقدار بیشتری مصرف بکنن. همون
عادته. وقتی که شما به یک میزان منظم کافئین بدن خودتون رو عادت بدید، بدن شما دچار یک نوع اعتیاد میشه و اون مقدار منظم دیگه اون محرک لازم برای شما نیست مگر اینکه اون رو افزایش بدید. بنابراین به خاطر وجود این اعتیاد در بدن شما، هنگامی که به طور ناگهانی مصرف کافئین رو قطع می کنید، علائم ترک اغلب مانند تحریک پذیری، سردرد، بیقراری، خلق و خوی افسرده و خستگی ظاهر میشه. علائم در عرض چند روز به شدت قدرت میگیره، اما پس از حدود 1 هفته رفته رفته اون علائم کاهش پیدا میکنه. بنابراین توصیه میشه اگر قصد این رو دارید که مصرف کافئین خودتون رو کم یا حتی قطع بکنید، اون رو به تدریج و رفته رفته کم بکنید که با ساید افکت های کمتری مواجه بشید. اما منابع کافئین به طور طبیعی در میوه ها، برگ ها و دانه های قهوه، کاکائو و گیاه گوارانا یافت میشه. همینطور به نوشیدنی ها و مکمل ها هم اضافه میشه. خطر نوشیدن مقادیر بیش از حد نوشیدنی های کافئین دار مثل نوشابه و نوشابه های انرژیزا وجود داره، چون اونها به صورت سرد مصرف میشن. بنابراین شما در مقادیر بیشتری آنها رو مصرف میکنید. 1 فنجان قهوه دم کرده حاوی حدود 95 میلی گرم کافئینه، اما همین مقدار در قهوه فوری حاوی حدود 60 میلی گرم کافئینه. بنابراین قهوه‌ای که شما دم میکنید، اصطلاحاً دانه قهوه‌ای که رست شده، آسیاب شده و شما دم میکنید، در 1 فنجان 95 میلی گرم و در قهوه های فوری مثل نسکافه حدود 60 میلی گرم در 1 فنجانه. و در 1 فنجان قهوه بدون کافئین شما حدود 4 میلی گرم کافئین رو دریافت میکنید. در 1 شات اسپرسو یا 1.5 اونس آب اصطلاحاً که با قهوه مخلوط میشه، حدود 65 میلی گرم کافئین رو دریافت میکنید. پس اگر شما جزو افرادی هستید که از دابل اسپرسو استفاده میکنید، این مقدار کافئین رو 2 برابر، یعنی حدود 130 میلی گرم دارید دریافت میکنید. در 1 فنجان چای سیاه شما حدود 47 میلی گرم کافئین دریافت میکنید. در 1 فنجان چای سبز شما 28 میلی گرم کافئین رو وارد بدنتون میکنید و در 1 فنجان چای بدون کافئین شما حدود 2 میلی گرم کافئین رو به بدن خودتون وارد میکنید. اغلب چای‌های گیاهی فاقد کافئین هستن. به همین خاطر پیشنهاد میشه که نوشیدنی های گرم عصر به بعد رو یا قبل از خواب خودتون رو از چای های گیاهی استفاده بکنید. البته نه همه چای های گیاهی، برخی از اونها هم دارای کافئین هستن که در ادامه اعلام خواهم کرد. 1 قوطی 12 اونسی نوشابه معمولی یا حتی رژیمی حدود 40 میلی گرم کافئینه. همین مقدار دم کرده شبنم کوهی حاوی 55 میلی گرم کافئینه. بنابراین با پزشک خودتون در مورد استفاده از نوع دمنوشتون هم مشورت کنید. انواع شکلات و کاکائو. 1 اونس شکلات تلخ حدود 24 میلی گرم کافئین داره، در حالی که شکلات شیری حاوی 1/4 این مقدار، یعنی 6 گرم کافئینه.
دانه گوارانا از یک گیاه امریکای جنوبیه که به عنوان عصاره در غذاها، نوشیدنی‌های انرژیزا و البته مکمل‌های انرژی فرآوری میشه و مورد استفاده قرار میگیره. دانه‌های گوارانا حاوی حدود 4 برابر کافئین موجود در دانه‌های قهوه هستند. برخی از نوشیدنی‌های حاوی عصاره این دانه‌ها میتونه تا 125 میلی گرم کافئین در هر فنجان باشه. یک فنجان یا 8 اونس از یک نوشیدنی انرژیزا حاوی حدود 85 میلی گرم کافئینه. با این حال وعده استاندارد نوشیدنی انرژیزا 16 اونس یعنی 2 فنجان است که کافئین اون رو 2 برابر میکنه و به 170 میلی گرم میرسونه. شات‌های انرژی بسیار متمرکزتر از نوشیدنی ها هستند. یک شات کوچیک 2 اونسی حاوی حدود 200 میلی گرم کافئینه. منظور از شات نوشیدنی هایی که در واقع با الکل سرو میشه. اما در مکمل ها و قرص های کافئین این در واقع مقدار به حدود 200 میلی گرم در هر قرص یا مقدار اون در 2 فنجان قهوه دم شده است. بنابراین در مصرف مکمل های کافئین و قرص ها باید بسیار دقت کنید. مقادیر توصیه شده برای افراد طبق مطالعات در ایالات متحده به این صورته: بزرگسالان به طور متوسط روزانه 135 میلی گرم کافئین یا مقدار اون در 1.5 فنجان قهوه 1 فنجان 8 اونسی مصرف میکنن. سازمان غذا و داروی ایالات متحده 400 میلی گرم حدود 4 فنجان قهوه دم کرده رو برای بزرگسالان سالم به عنوان مقدار مطمئنی از کافئین برای مصرف روزانه در نظر میگیره. با این حال طبق گفته کالج امریکایی متخصصان زنان و زایمان، زنان باردار باید مصرف کافئین خودشون رو به 200 میلی گرم در روز یعنی حدود 2 فنجان قهوه دم کرده محدود کنند. آکادمی اطفال امریکا هم پیشنهاد میکنه که کودکان زیر 12 سال نباید هیچ غذا یا نوشیدنی حاوی کافئین مصرف کنند. برای نوجوانان 12 سال و بالاتر هم مصرف کافئین بیش از 100 میلی گرم در روز رو محدود کرده. این مقدار در 2 یا 3 قوطی 12 اونسی نوشابه وجود دارد. یعنی باید مراقبت کنید که کودکان و نوجوانان عادت نکنند به مصرف حتی نوشابه در تعداد زیاد. مطلبی رو که توی پرانتز باید بگم اینی که وقتی میگیم فنجان قهوه دمی یا دم کرده متفاوته. ببینید وقتی که ما از اسپرسو صحبت میکنیم فنجان‌های کوچکی هست و فنجان قهوه دم کرده تقریباً یه چیزی شبیه ماگه. پس این رو مد نظر داشته باشید. اما علائم مسمومیت کافئین. مسمومیت کافئین با مصرف 1.2 گرم یا بیشتر در یک دوز مشاهده شده. اعتقاد بر اینه که مصرف 10 تا 14 گرم در یک زمان کشنده است. مصرف کافئین تا 10 گرم باعث تشنج و استفراغ میشه، ولی بهبودی در حدود 6 ساعت امکان پذیره. منتها 10 تا 14 گرم میتونه کشنده باشه. عوارض جانبی در دوزهای کمتر 1 گرم شامل بیقراری، تحریک پذیری، عصبی بودن، استفراغ، ضربان قلب سریع و حتی تشنجه. ولی خبر خوب این که معمولاً هنگام نوشیدن نوشیدنی‌های کافئین دار مسمومیتی ایجاد نمیشه
چون مقدار بسیار زیادی از اون باید ظرف چند ساعت مصرف بشه تا به سطح مسمومیت برسه. 10 گرم کافئین برابر با حدود 100 فنجان قهوه دم کرده. مسمومیت با کافئین در سطوح خطرناک خون اغلب با استفاده بیش از حد و غیر مجاز از قرص‌ها یا مکمل‌های کافئین تجربه شده. اما آیا می‌دونستید کافئین نه تنها در غذاها و نوشیدنی‌ها بلکه در داروهای مختلف هم پیدا میشه؟ اغلب به مسکن‌ها کافئین اضافه میشه تا سریعتر و مؤثرتر فرد را از درد نجات بده. سردرد یا درد میگرنی با بزرگ شدن رگ‌های خونی ملتهب همراهه. کافئین اثر معکوس کاهش التهاب و باریک شدن عروق خونی رو داره که باعث میشه درد رو زودتر تسکین بده. کافئین میتونه با داروهای مختلف تداخل داشته باشه. ممکنه باعث بشه بدن شما دارو رو خیلی سریع تجزیه کنه و اثر بخشی خودش رو از دست بده. اگر همراه با سایر داروهای محرک مصرف بشه میتونه باعث ضربان قلب سریع و فشار خون بالا بشه. گاهی اوقات یک دارو میتونه متابولیسم کافئین رو در بدن کاهش بده که ممکنه خطر خشونت و تحریک پذیری رو افزایش بده، به خصوص اگر فرد تمایل و عادت به نوشیدن چندین نوشیدنی کافئین دار در طول روز رو داشته باشه. اگر روزانه نوشیدنی های کافئین دار می نوشید، با پزشک خودتون در مورد تداخلات احتمالی هنگام شروع یک داروی جدید صحبت کنید. اما اگر جزء افرادی هستید که از میزان دریافت کالری روزانه‌تون و تناسب اندامتون نگرانید و دقت میکنید، باید مراقب کالری های پنهان در نوشیدنی های دارای قهوه هم باشید. یک فنجان قهوه ساده یا بلک کافی یک نوشیدنی بسیار کم کالریه. یک فنجان فقط حاوی 2 کالریه. با این حال افزودن شکر، خامه و شیر میتونه به سرعت میزان کالری رو افزایش بده. یک قاشق غذاخوری خامه حاوی 52 کالری و یک قاشق غذاخوری شیر حاوی 9 کالریه. ممکنه با خودتون بگید که 9 کالری که اتفاق عجیب و زیادی نیست. البته، ولی شیر اغلب بدون اندازه‌گیری در قهوه ریخته میشه. بنابراین ممکنه چندین وعده شیر یا حتی خامه در قهوه خودتون در طول روز دریافت کنید. یک قاشق غذاخوری شکر حاوی 48 کالریه. پس اگر قهوه خودتون رو با خامه و شکر مصرف کنید، احتمالاً در طول روز بیش از 100 کالری با هر فنجان قهوه ظاهراً بدون کالری وارد بدن خودتون میکنید. با این حال خطر کالری واقعی در موکاهای مخصوص، لته یا نوشیدنی های قهوه یخ مخلوط رخ میده. این نوشیدنی ها اغلب در اندازه های بزرگ و فوق‌العاده هستن و میتونه بین 200 تا 500 کالری و همچنین مقدار بسیار زیادی قند رو وارد بدن شما کنه. با این نوشیدنی ها بهتره به عنوان یک خوراکی یا دسر لذت بخش هر از گاهی برخورد کنید و به طور منظم از قهوه ساده و با حداقل شیرینی استفاده کنید. دوستداران قهوه در سراسر جهان
به سراغ نوشیدنی صبحگاهی مورد علاقه خودشون میرن و احتمالاً به فواید یا حتی خطرات اون برای سلامتی فکر نمی کنن. به همین خاطر این نوشیدنی در طول تاریخ بسیار موضوع بحث برانگیزی بوده. در سال 1991 قهوه توسط سازمان بهداشت جهانی در فهرست سرطانزاهای احتمالی قرار گرفت. در سال 2016 این نوشیدنی از این اتهام تبرئه شد. تحقیقات نشون داد که این نوشیدنی با افزایش خطر ابتلا به سرطان مرتبط نیست. در مقابل خطر ابتلا به سرطان‌های خاص در میان افرادی که به طور منظم قهوه می نوشند پس از در نظر گرفتن سابقه مصرف سیگار کاهش پیدا میکنه. بچه یعنی نوشیدن قهوه میتونه ضد سرطان و ضد خیلی از بیماری ها باشه، اما احتمالاً قهوه و کتاب و سیگار و پیپ و یه گوشه دنج و یار و گاهی اوقات عزلت و اینا همدیگه رو میطلبه. یعنی میگه اگه کسی قهوه بخوره به تنهایی خوبه، به شرط اینکه سیگار رو بذاره کنار. بنابراین تحقیقات نشون داده که قهوه در حد اعتدال مصرفش میتونه یک نوشیدنی سالم در نظر گرفته بشه. پس چرا در سال 2018 یکی از ایالت‌های امریکا قانونی رو تصویب کرد که قهوه باید دارای برچسب و هشدار سرطان باشه؟ برای کشف این پیچیدگی به ادامه ویدیو توجه کنید. یک فنجان 8 اونسی قهوه دم کرده حاوی حدود 95 میلی گرم کافئینه. طبق دستورالعمل‌های غذایی برای امریکایی‌ها مقدار متوسط قهوه به طور کلی به عنوان 3 تا 5 فنجان در طول روز یا به طور متوسط 400 میلی گرم کافئین تعریف میشه. قهوه و سلامتی همیشه کنار همدیگه بودن. قهوه بخوریم یا نخوریم. قهوه مخلوط پیچیده ای از بیش از 1000 ماده شیمیاییه. فنجان قهوه‌ای که از کافی شاپ سفارش میدید احتمالاً با قهوه‌ای که توی خونه دم میکنید متفاوته. اون چیزی که یک فنجون رو تعریف میکنه نوع دونه قهوه، نحوه برشته شدن، میزان آسیاب و نحوه دم کردن اونه. پاسخ بدن انسان به قهوه یا کافئین هم میتونه در افراد مختلف نسبت به شرایطی که گفته شد متفاوت باشه. دوزهای کم تا متوسط کافئین یعنی بین 50 تا 300 میلی گرم در روز ممکنه باعث افزایش هوشیاری، انرژی و توانایی تمرکز بشه، در حالی که دوزهای بالاتر ممکنه اثرات منفی مثل اضطراب، بیقراری، بیخوابی و افزایش ضربان قلب و فشار خون باشه. با این حال تحقیقات در مورد قهوه بیانگر فواید سلامتی اونه. آیا این مزیت از کافئین یا ترکیبات گیاهی موجود در دانه قهوه ناشی میشه؟ آیا مقدار مشخصی از قهوه در طول روز برای ایجاد سلامتی مورد نیازه؟ نتیجه گیری این که شواهد زیادی نشون داده که مصرف قهوه کافئین دار خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، عروقی و سرطان را افزایش نمیده. در واقع مصرف 3 تا 5 فنجان قهوه استاندارد در روز به طور مداوم با کاهش خطر ابتلا به چندین بیماری مزمن مرتبطه. با این حال برخی از افراد ممکنه مقادیر بالاتر کافئین رو به دلیل علائم
بروز خشونت، اضطراب و بیخوابی تحمل نکنند. به طور خاص کسانی که در کنترل فشار خون خودشون مشکل دارن ممکنه بخوان مصرف قهوه خودشون رو تعدیل کنن. همچنین به زنان باردار هم توصیه میشه که روزانه کمتر از 200 میلی گرم کافئین، یعنی مقدار اون در حد 2 فنجان قهوه دم کرده باشه مصرف کنند، چون کافئین از طریق جفت به جنین منتقل میشه و با کاهش زمان بارداری و وزن کم نوزاد هنگام تولد همراه خواهد بود. اگه فردی به کافئین حساس باشه، قهوه بدون کافئین میتونه براش گزینه مناسبی باشه و طبق تحقیقاتی که در بالا خلاصه شد، فواید سلامتی مشابه قهوه کافئین دار رو میتونه دریافت کنه. البته چیزی که مهمه اینه که به خاطر داشته باشید که چگونه از دم کردن قهوه خودتون لذت میبرید. کالری اضافی، شکر و چربی اشباع شده در یک قهوه کافی شاپ مملو از خامه فرم گرفته و سیروپ های طعمدار ممکنه همه فواید سلامتی موجود در یک فنجان قهوه ساده و خوب رو از بین ببره. پس توصیه میشه که در مورد قهوه و به خصوص شیوه های مختلف و اتفاقا سهل الوصول دماوری اون اطلاعات بیشتری کسب کنید و یاد بگیرید که چگونه اون رو دم کنید تا بتونید از حد اکثر خواص اون لذت ببرید. Drinking beverages is که یک قهوه خوب دماوری نشده میتونه حتی به افرادی که عادت به نوشیدن قهوه دارند هم ضربان قلب رو منتقل کنه. پس حواسمون باشه که کجا و چگونه و چه نوع قهوه‌ای رو داریم می نوشیم. دانه های قهوه دانه های میوه‌ای به نام گیلاس قهوه هستند. گیلاس قهوه روی درختان قهوه از جنس گیاهانی به نام کافا رشد میکنه. انواع مختلفی از گیاهان قهوه وجود دارند، از درختچه ها گرفته تا درختان. اما نوع لوبیاها یا همون دونه های قهوه، دو نوع اصلی قهوه وجود دارد: آرابیکا و روبوستا. آرابیکا از اتیوپی سرچشمه میگیره و قهوه ملایم و خوش طعمه. این نوع قهوه محبوب ترین نوع در سراسر جهانه. با این حال رشد اون گرون تموم میشه، چون گیاه آرابیکا به محیط حساس و به سایه، رطوبت و دمای ثابت بین 60 تا 75 درجه فارنهایت نیاز داره. اما رشد گیاه قهوه روبوستا مقرون به صرفه تره، چون در برابر بیماری مقاومه و در دمای وسیع تری بین 65 تا 97 درجه فارنهایت زنده میمونه. همچنین میتونه تغییرات و آب و هوایی سخت مثل تغییرات در بارندگی و نور شدید خورشید رو هم تحمل کنه. نوع رست دونه های قهوه هم خوبه که ازش اطلاع داشته باشیم. در حرارت بالا برشته میشن تا یک تغییر شیمیایی ایجاد کنن که عطر و طعم غنی رو که ذهن من و شما رو به قهوه مرتبط میکنه رو آزاد کنن. دونه های رست شده رو سرد میکنن و برای دم کردن آسیاب میشن. سطوح برشته شدن یک طیفی از روشن، متوسط تا تیره متغیره. هرچه رست روشن‌تر باشه، رنگ و طعم و اسیدیته قوی تری داره. رست تیره یک لوبیا به سمت سیاه یا قهوه‌ای سوخته با اسیدیته کم و طعم برشتگی و به سمت تلخی همراهه.
رست محبوب قهوه فرانسه متوسط رو به تیر است. اما نوع آسیاب متوسط رایج‌ترین و مورد استفاده برای قهوه سازهای قطره‌ای خودکاره. آسیاب ریز برای طعم‌های عمیق‌تر مانند اسپرسو که روغن‌های دونه‌ها رو هم آزاد میکنه و آسیاب درشتر در پرس‌های قهوه استفاده میشه. همون فرنچ پرس رایج‌ترینشه که تو خونه خیلی از ماها هم هست. قهوه بدون کافئین، این گزینه برای کسانیه که عوارض جانبی ناخوشایند کافئین رو تجربه میکنن و میتونن با استفاده از این روش و از این نوع قهوه لذت قهوه رو همراه خودشون داشته باشن. ولی خوبه بدونید که دو روش رایج برای حذف کافئین از قهوه استفاده از حلال‌های شیمیایی متیلن کلورید یا اتیلستات یا گاز دی اکسید کربن. هر دو روی لوبیای بخارپز یا خیس شده اعمال میشن. گفتیم منظور از لوبیا همون دونه های پوسکنده قهوه است. و پس از اون اجازه میدن تا لوبیاها خشک بشن. حلالها به کافئین متصل میشن و وقتی دونه ها شسته و یا خشک میشن هر دوی اونها تبخیر میشن. طبق مقررات ایالات متحده حداقل 97% از کافئین باید حذف بشه تا برچسب بدون کافئین رو به همراه اون بسته‌بندی قهوه دریافت بکنه. بنابراین ممکنه مقدار کمی از کافئین همچنان باقی بمونه. هر دو روش ممکنه باعث از بین رفتن طعم بشن، چون سایر مواد شیمیایی طبیعی موجود در دونه‌های قهوه که طعم و عطر منحصر به خودشون رو دارن هم در طول این فرایند و پردازش تا حد بسیار زیادی از بین میرن. به همین خاطره که افرادی که عادت به نوشیدن قهوه دارن با قهوه های بدون کافئین ارتباط نمیتونن برقرار کنن. اما روش نگهداری، دونه ها یا قهوه آسیاب شده را در یک ظرف غیر شفاف در دمای اتاق و دور از نور خورشید قرار بدید. داخل یک کابینت تاریک خنک میتونه ایدئال خوبی باشه. قرار گرفتن در معرض رطوبت، هوا، گرما و نور میتونه طعم واقعی قهوه را از بین ببره. بسته‌بندی قهوه رو برای مدت طولانی به خوبی حفظ نمی‌کنه. بنابراین مقادیر بیشتری از قهوه رو به ظروف دربسته منتقل کنید. اگر قهوه رو در ظرفی دربسته نگهداری کنید میتونید منجمد کنید. قرار گرفتن در معرض حتی مقدار کمی اکسیژن میتونه قهوه رو نابود کنه، حالا چه توی فریزر باشه چه در دمای محیط باشه. ولی دقت کنید، برای طعم مطلوب قهوه بلافاصله پس از آسیاب کردن اون رو دم کنید و همینطور بلافاصله پس از دم کردن اون رو بنوشید. این نوشیدنی با گذشت زمان طعم خودش رو از دست میده. پس فارغ از این که گفتیم چگونه نگهداریش کنید و حتی در فریزر که من اصلا انتقادی بهش ندارم، این نکته رو بهش دقت کنید که قهوه آسیاب شده رو ظرف چند روز و دونه قهوه رو در عرض نهایتاً 2 هفته استفاده کنید و تمام. اما آیا میدونستید این یک افسانه است که رست های تیره تر حاوی سطح بالاتری کافئین نسبت به رست های روشن ترن؟ رست های سبکتر در واقع غلظت کمی بالاتر دارن. اما نکته دیگه، در حالی که آب همیشه بهترین انتخاب برای رفع تشنگی شماست، قهوه هم میتونه در اهداف تأمین سهمیه مایع روزانه شما حساب بشه. اگرچه
کافئین اثر مضر خفیفی داره، اما با مقدار دریافتی قهوه و حجم اون میتونید جبران کنید. کافئین به طور طبیعی در میوه ها، برگ ها و دونه های قهوه، کاکائو و گیاه گوارانا یافت میشه. همچنین به نوشیدنی ها و مکمل ها هم اضافه میشه. در مورد منابع کافئین و بررسی تحقیقات در مورد این محرک و سلامتی باز هم در ویدیوهای بعدی با هم دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم بعد از این با دریافت آگاهی و دانش بیشتر نسبت به قهوه از نوشیدن این نوشیدنی لذت بخش لذت بیشتری ببرید. اگر از محتوای این ویدیو استفاده کردید و لذت بردید، خوشحال میشم که اون رو لایک کنید. مراقب سلامتی خودتون باشید. فعلا.